خب برای خیلی از سواله که لو فرکانس چیه های فرکانس چیه. ببینید فرکانس های تقریبا زیر 30 رو ما لو حساب میکنیم، بالای 30-35 رو های حساب میکنیم. بین این اعداد هم یعنی 30 تا 35 رو میشه گفت میانه و موزیکال، چیز دقیقی نداره. حالا میخوایم یه تست با هم بکنیم برای لو های. توی این موزیک ببینید 24 26 42 یعنی دو تا لو داریم زیر 30 یه دونه 42 که وقتی که 42 میزنه صدای موزیک رو قشنگ متوجه میشین. پس تو کدوم حالت‌ها لو هست، تو کدوم حالت‌ها های فرکانس هست. الان داریم لو فرکانس رو میشنویم. لو فرکانس فعلا های شد، های فرکانس دوباره فرکانس لو رو میشنویم. های این فرکانس لو صدا نداره، بیشتر تکون و باده، ولی های فرکانس که میشه صدا بیس در میاد. تو ویدیو هم شاید مشخص بشه اینجا لو فرکانسه، هنوز لو فرکانسه. حالا های فرکانس این موزیک شد 24 26 که خیلی لو بود داشت میزد، بعد یه دفعه اونجا که های میشد 42 رو داشت میزد. تو انتخاب صاحبای شهریمون ما باید صاحبای میانه موزیکال انتخاب کنیم به نسبت سلیقمون، هایتر یا لوتر که چی بخریم مهمه، سلیقمون باشه که آهنگای قراره گوش بدیم.